باکس و نقد محصولات شیگلم قسمت 4. قسمت قبل که نقد کوبنده بود دیدی. این قسمت محصولات مورد علاقه‌ام آوردم. ریمل 2 در 1 شیگلمه. باید بگم با توجه به کیفیتی که داره خیلی کم ازش تبدیل شد. من خیلی دوستش دارم. یعنی پرپوش کنندگیش اینجوریه که ریمل 2 طرفه شیگلم که خیلی معروف شده رو میذاره تو جیبش. از لحاظ مواد این طبقهش پر کننده، این یکی یکم موادش کمتره که ردیف رو باز می‌کنه. نگاه کن. می‌بینی کلاً 2-3 بار کشیدم. روزانه است، یعنی با شستن مواد شوینده و آب راحت پاک میشه، اصلاً پخش نمیشه، زیر چشمت نمیریزه. ببین با همون یه بار که درش آوردم این همه زده، خیلی پر مواد. نه اینم طبقه دومش. من که عاشقشم، هر کیم گرفت عاشق شد. این محصول بعدی آگدش همیشه دستم. این پالت جلیش خیلی معروفه، 3 تا رنگ داره برای خط چشم، ابرو، قلم، حتی کتوما کم چی باش بزنید اصلا پاک نمیشه، ضد آب تضمینی بهت میگه. این سری ویدیوها چون بر اساس تجربه خودم، یعنی چیزی که خودم دارم استفاده میکنم. ببین راحت کشیده میشه، بعد مشکی من ابرو هم باهاش تو پیجم هستنم، میرم زیر شیر آب تستش میکنم. مشکی گروش مشکی بگذارم تو اینم بهویش. اینم توی ترکیبم کنیم خیلی زیاد خوب به دست میاد. همین یه بوس بدون این دستش بدون.